پرسینگ روشن کلوب توپ رو میگیرد. گزارش بسیار هم خوب امکانات برای محسن عبدالغفارов. هجوم روشن کلوب ادامه دارد. محسن عبدالغفارov پاس میخواهد بدهد. دو عبدالخالق بارانov ضربه و گل. روشن کلوب پیشرفت میگردد در دقیقه 13 رقابت و عبدالخالق بارانov با زدن گل دست مییابد. 0 توجه میکنیم اینجا هم محسن عبدالغفارov میشود به نام رسول پایزف. نه، رسول پایزف الکی در مرکز جریمه گل قرار داشت. هنگام زدن گل از داخل جریمه گل بیرون نشده است. پس یک ضربه سخت فک پلاتینی ضربه میزند. شماره ضربه های روشن کلوب هم زیاد هستند نسبت به روشن ظفرآباد و اگر اشتباه نکنم بازیگران روشن ظفرآباد تاکنون یگان ضربه نزدند. و این حال زودتر فعالی بازیگران روشن ظفرآباد به چشم میرسد در دقیقه اخیر. جهانگیر علیف پاس بسیار هم خوب ارسال به مرکز. علیف امکانات ضربه زنی هست. علیجان دهقانوف ضربه خرسندمراد جمعیف نمیتواند که ضربه مستقیم اجرا نماید. خرسندمراد جمعیف خطی محافظه است. رقم 8 عبدالرحمن نوزیموف کاپیتانی دسته. هجوم میکنیم با هجوم نوبتی روشن کلوب. محسن عبدالغفارov ضربه یو و دروازه‌بان برطرف میکند. نوردین احمدov رقم 21 امید اودینایف. رقم 4 بود رج رجبov که او را عوض نمود در میدان عظیم جان مولونوف. با هجوم میرود روشن کلوب. ضربه و گل اما آفساید. محسن عبدالغفارov با زدن گل دست یافت اما مشاهده میکنیم که دوباره آفساید رو به خیر میگیرد. راستی از این نواری که به ما نشان شد اونقدر معین نبود که آفساید بود یا اینکه نه. فوتبال دیگری روشن کلوب البته در حالت نوبازی قرار داشت. برالو معلوم بود اما بودن محسن عبدالغفارov در حالت نوبازی اونقدر هم معلوم هم نبود در حالت تکراری که تماشا کردیم. خوب ادامه میدیم معرفی هیئت روشن ظفرآباد رو. گفتیم با میدان ورزشی تحت رقم 7 در آغاز قسمت دوم عظیم جان مولونوف و رقم 17 باشد اسماعیل مولونوف است. رقم 22 منوچهر احمدوف. 9 جمال الدین زردیف. 21 بهروز دوستمرادوف. رقم 8 بود خرسندمراد جمعیف که او میدان را ترک کرد. با میدان وارد شد بختیار زاکیرov. رقم 18 جهانگیر علیف. رقم 10 پرویزجان دهقانوف و رقم 11 باشد بختیار ظریف. سرمربی دسته رحمتالله فضایلوف است. روشن کلوب است. عوض قمچینوف به حمله میرود. قمچینوف ارتفت قمچینوف. عبدالخالق بارانov ضربه میزند. عبدالخالق بارانov و این سیو موردین احمدov رو ببینید. گوشه بالایی کنار راست دروازه را نشان گرفت عبدالخالق بارانov و با یک جایش خود موردین احمدov ضربه را برگردانید. چگونه جایش کرد موردین احمدov. بختیار عظیمov. عبدالخالق بارانov پاس میدهد به محسن عبدالغفارov. کمی هم پاسی ناانیق و ناقلای. محسن عبدالغفارov باشد توپ را در اختیار خود نگاه می‌دارد. عبدالخالق بارانov ضربه و فرصت پیدا نمی‌کند کوواس اینوسنت تا اینکه توپ را وارد دروازه نماید. عبدالرحمن نوزیموف. محسن عبدالغفارov ضربه سختی و دفعه از اینوسنت در موقع بنیاد خوب قرار داشت. اینوسنت موقع گیریش بسیار هم خوب است. لحظه ها را نمیتواند که
و طور ضروری به انجام رسونند. هجوم روشن ظفرآباد. ضربه زده بختیار ظریفов و ضربه کنجی. ساموئل در آخرین لحظه فرصت پیدا کرد و صد گذاشت. تمام بازیگران روشن کلوب در خط حمله بودند. توفتی احمدov توپ به نزد دروازه روان کرده می شود و گل بینندگان ارجمند. حساب برابر گردید در دقیقه 77 روشن ظفرآباد گل میزند. و چگونه گل زده شد. عظیمجان مولانov توپ را وارد دروازه رستم رضایف میکند. خب اکنون منتظر میشویم حالتهای تکرار رو و بیاید توجه کنیم. پرتاب تیمانوچهر احمدov دروازه‌بان البته اشتباه هم کرد، اندازه دروازه بیرون شد و ضربه هم اونقدر سخت نبود. رستم رضایف در دیگر موقع کلان قرار داشت و هرچی روان می نماید. آستی حمایتگران اکنون هجومی روشن کلوب میتواند آغاز یابد. پس به مرکز کامران میرزاخان ضربه سختی او را برمیگرداند موردین احمدov. کامران میرزاخان و موردین احمدov. اکنون توجه میکنیم به عکس الهجوم روشن ظفرآباد بینندگان ارجمند. لکه ببینید که 4 بازیگر روشن ظفرآباد در خط حمله هستند و همینطور به انجام میرسد بازی روشن کلوب و روشن ظفرآباد با حساب 1-1. روشن کلوب نتوانست که در اولین بازی خانگی خود در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب غلبه نماید. امکانیت را داشتند فوتبالبازان روشن کلوب برای غلبه کردن، اما بازی با نتیجه 1-1 به انجام میرسد. هر دو دسته با شانس یک